هر موقع هوس آش کردی و وقت نداشتی این غذا رو درست بکن. فوق‌العاده خوشمزه است. اول پیازهای خرد شده رو توی قابلمه بریز و تفت بده. وقتی که پیاز داغ آماده شد سیر له شده رو اضافه میکنی، زردچوبه، گردوی خرد شده و نعنا خشک رو و بعدم کشک سابیده شده رو. من از کشک محلی استفاده کردم و بعد آب رو اضافه میکنیم و میذاریم تا جا بیفته و موقع سروش اون رو با پیاز داغ، نعنا داغ و گردوی خرد شده تزیین. به همین آسونی و به همین سرعت یه آش خیلی خوشمزه درست کردی. بفرمایید. اینم کالا جوش خوشمزه ما.